سلام علیکم دوستو عزیز. یک لطیفه روز مؤلفش برادر از موجود خورشید هم خیلی است کیلومی شپلاق. انا افندی را بپرسن که افندی خیلی سلام علیکم. افندی میگه و علیکم بر سلام. بعد میگن که افندی یک سوال میتونم اگر دونستی جمع میکنیم یک $50 کد میتونیم. افندی خوشحال میشه میگه سوال بوده فرق ندارم ما همه سوال آماده ایم که جواب بدیم. بعد میگه گپ نیست همین گپ بزن افندی که همین BMW X5 زوره یا که BMW X6. افندی فکر میگه بخدا قسم ماتماتیک در زوم نیستم. یگون سوال ای تاریخ بده تاریخ خوب بده. یک مردک بیرون قشلاق ششتگی یکی میبینه که یک تابوت برده سن قفای همون تابوت یک 700 نفر آدم همین جنازه کنار رفته استند. بعد پیش همین مردم یک تکم رفته استند. ببینه حیران میشه. بعد این مردک میداو در درون همون جنازه کنار بین مردم هم همون جنازه در قطعی میشه میروه خلاص گپ او انا مایت دفن میکنن. خلاص گپ بعد میگم صاحب مرده کیه؟ بعد میگه اون مرده شتاگی صاحب مرده. بعد میره میگه سلام علیکم اکا. میگه سلام علیکم. میگه صاحب مرده شما؟ میگه آ بچا ما. بعد میگه کاکا این کی بود بندگی کرد؟ میگه خشتمان بود اکا. خشتمان بود بسیار انسان خوب بود. خشتمان بود. میگه خیر خداوند جاش جنت بگردونه. میگه همه شفا میدم همین تکه پیش نفهمیدم همین تکه شک چی معنا داره. بعد میگه همین تکه همین خشتمان مزد خشتمان مرد. بعد این مردک میگه هی میبخشه که نمیشه همین تکه تا 3 روز آمده آرنده بودی. بعد این صاحب مرده میگه برای گوشه میجا همین 700 نفری که میبینی همش به خاطر همین تکه میجا آمده گیه. السلام علیکم با کل مسلمان های روی دنیا. یک خبر رو برای شما به سم شما میخوام برسونم که اون دشمنانی که یک چند شکلات ها را وارد وطن ما میکنند از آن جمله شکلات سنیکرز، مارس، باونتی، تویکس، تیک تاک، کیندر شکلات، میلکی واو، خلاص یک چند شکلاتی که واردش در وطن ما میکنن شما او را خریداری میکنید. احتمالاً خواهش میکنیم که این شکلات رو به من نخرید. ما کاکان در ما شریک کنید. خواهش میکنم خبر به دیگران برسونید. سلام علیکم. افندی طرف قبرستان که زر میکنه که میبینه که در سری گوری بعضی آدما در سنگون نشستن که 32 سال 42 سال. بعد حیران میشن میگه که این آدما رو ما میشناسیم که در 80 سالگی و 70 سالگیشون مردگن چی که در سری گوراشون 42 و 25 و 40 نشستن. بعد پیش خراویل همون قبرستان میره میگه که همین آدما رو ما میشناسیم چی در سری گوراشون 32 و 42 نشستن. همین آخر آدما 80 70 سالگیش نه دنیا گذاشتن. بعد این قلاور میگه که خلاور خبرستان میگه بچه جون یا پیش مرده شد ما را نصیحت کردن که وقتی که مردن حساب کنین سالای پولداریامون در سری قبرمون بنویسین در بالایستان. یعنی که این مرد 42 سال گریمید که پولدار بود یا که این مرد 35 سال گریمید که سالای پولداریاش نمونوشتین کم بغلیاش ننوشتین. بعد یه افندی طرف هم خلاور خبرستان میگه خیلی کی باشه کارا پیزه پاکا. میگه چی با؟ میگه ما یک نصیحت وقتی که ما مردیم التماس در سر گوری ما بنویسه که همین آدم تول چیده مور.